اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی برشان گفته شده که شما متابعت از آنچه بکنید که الله نازل کرده، قالوا بل نتبع، بلکه ما متابعت میکنیم از چی؟ ما الفینا علیه آباءنا. حالا ما خصیص پدرای ما 5000 سال تاریخ داره. در 5000 سال تاریخ ما 3500 سالش تاریخ بودایی است، تاریخ آتش پرستی است، عنعنات آتش پرستی است. 1500 سالش اسلامی هست. حالا ما باید تفکیک بکنیم که در 1500 سال کدامش داخل است، در 3500 سال کدامش داخل است. شرکیات از اصل مانده به شکل عنعنه در بین مردم هستند و بسیاری کسا وقتی گفت عنعنه هست، همین آیت قرآن در شان از ما هست که وقتی بر ابو جهل ابو لهب گفته میشه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، بسیاری کسا را آل که بویی که متابعت از الله بکو، متابعت از قرآن و سنت بکو، چی میگه؟ بل نتبع ما وجدنا علیه آبانا. ابو جهل عربی میگفت یا باز فارسی میگن، پشتو میگن. فارسی چی میگن؟ پدرای ما، رواج ماست، کلتور ماست استاد، عنعنات ماست. مردم خفه میشه، دمون رواج دارن، دمون کلتور دارن، دمون عنعنه دارن. خلق بیا خفه کنیم. سعی کنید بسیاری کسا شرک در نیت 3 قسم است. خب شرک در نیت 3 قسم است. بسیار مردم در شرک داخل میشن نمیفهمن. شرک در نیت کدام یکی است؟ اول شرک در نیت، شرک اکبر است در نیت، شرک اصغر است در نیت و شرک خفی هست در نیت. شرک اکبر در نیتی است که نیت انسان مخلوق باشه. پس وقتی که یک نفر یک عبادت هم میکنه میگه فلانی یک خفه نشه، در جنازه میری اول نیت تا جور کن، در جنازه میریم به خاطر که حق از این مسلمان است، بریم در جنازه فلانی که باز فلانی خفه نشه. نیت چند فیصد مخلوق شد؟ نیت چند فیصد مخلوق شد؟ 100%. ولی نمیفهم چرا این دیگار بار کردی؟ به خاطر که دوستا خفه نشه. نمیگه که الله خفه نشه، نمیگه که رسول الله خفه نشه صلی الله علیه و سلم. شرک در چی شد؟ بسیاری مردم ها هست 40,000 مصرف میکنن، مثلا به پالوان واره مدال آورد، در شرک خدا مبتلا. چرا؟ نیتش مردم شد. شرک اصغر کدام یکیست که نیتش الله هست لکن ریاکاری میکنن. گوسفند به خاطر قربانی میگیرن، نیتش الله هست. چرا خیلی گوسفند نخریدی؟ گوسفند خریدی باش که بعد همسایه ها سعی میکنه، باز میگه سعی که گوسفندش خود چاق نبود. یعنی گوسفند خود چی شوه؟ چاق شوه. این ریا هست. او شرک اول از ملت اسلام آدم خارج میکنه. شرک اکبر حکمش می است که آدم از دایره اسلام خارج میکنه و شرک اصغر اینمی عملت کلش چلی پا میکنه. و شرک خفی کدام یکی است؟ شرک مخفی را میگه که دی بسیار همی دعوتگرا و قاری صاحبای قرآن و مولوی صاحبا و ما مردم زیاد دی مبتلا میشیم که اگه مردم توصیف کرد بازگه خوب بید اما خدا چی خوب خود بده دی، باز من چه خوب فساد چه خوب قرآن خوادی، باز دیگه کدام دیگه کلک خود دمی گوش خود چخ کرد، باز دیگه میخانه 15 آیت در یک نفس میکشه. اما ریشش چپه تراست. ریشش چی؟ قرآن الله را که ریش کل میخونه. باز قرآن خبرت میگه و آتی الله خدا 6 تونتی و آتی اللهش باز قانون میخونه و با ورش میخونه و باز تو میته اما عملش نیست. قرآن خبر تو دادن نیست، قرآن خبر عزیز. این حال شرک خفی کدام یکیست که وقت توصیف شد خوشحال میشه، اگر با سرش یکمه که انتقاد شد باز میگه دیگه من این کارو نمیکنم.